سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل من دوباره اومدم یه شوهر بازی بهتون یاد بدم که خودم هم نمیدونم واقعیه یا کیکه. پس بکوب لایک و چنلم هم ساب کن، بریم سراغ آموزش. خب دوستان، مثل همیشه اول اجرا و بعد آموزش. اولین کاری که باید بکنیم اینه که 3 تا دسته کارت رو بچینیم روی میز. 1 2 و 3. خب حالا از تماشاچی میخوام که یک کدوم از این دسته ها رو برداره و خب مثل همیشه من تماشاچی ندارم، خودم این کار انجام میدم. برای مثال این دسته کار و قاطی کنه تا هر جا که دلش میخواد. مثلا اینجا کافیه. ازش میخوام از یه جا دسته کارت رو نصف کنه، مثلا از اینجا، و من به دوربین نشون میدم افتاده کامل، امیدوارم افتاده باشه، و بندازه روی این دسته کارت. اینا رو هم قاطی میکنم و میریزم روش. اینا رو قاطی میکنم میریزم روش. حالا از تماشاچی میخوام یه تعداد کارت رو بین 10 تا 20 تا کارت رو برداره، اینقدر کافیه، و بذاره کنار. خب و من تا کارت دیگه هم اینجا میچینم، یعنی با بقیه کار نداریم. خب حالا بریم ببینیم این تعدادی که جدا کرده بود چند تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 و 18. حالا از این دسته که من 20 تا جدا کرده بودم 18 تا میندازم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 و 18 امین کارت 10 خشت که کارت تماشاچی بود و ما چقدر خاطره داریم با این 10 خشت. بریم سراغ آموزش این ترفند خیلی خیلی باحال. خب دوستان، اولین کاری که میکنید این دسته کارت رو نشون تماشاچی میدید تا از نداشتن ترتیب داخلش آگاه بشه. فرقی هم نداره دسته کارتتون چند تا باشه، یه حداقل 40 تا کارت رو باید داشته باشه. اینا رو بر بزنید، بدید دست خودش هم قاطی کنه، و بعد 3 تا دسته کارت رو اینجا بشینید. 3 تا دسته 7 تا 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 و 7. خب این تکنیک یکم خیلی ساده است، خیلی ساده است. سلف ورکینگ، یعنی خود به خود توسط دسته کارت انجام میشه. حالا تماشاچی بهش میگید که یکی از دسته ها رو برداره، برای مثال این، و هر چقدر که دلش میخواد بر بزنه، قاطی کنه، هر چقدر دوست داره قاطی کنه، و بعدش از یه جا کات بزنه، مثلا اینجا که کارت 7 خشت افتاد، و بندازه روی مابقی دسته کارت ها، و اینا هم برداره، هر چقدر میخواد بازم قاطی کنه، بریزه روش. حالا اینجا شما بهش میگید که بین 10 تا 20 تا کارت رو انتخاب کنه. دقت داشته باشید، اگه کمتر از 10 باشه نمیشه، بیشتر از 20 هم باشه باز نمیشه. الان برای مثال من یه تعداد برمیدارم میذارم کنار، یکم بیشتر بردارم، فکر میکنم کمتر از 10 تا میذارم اینجا، و بعد از اینکه این کارت ها رو گذاشتید کنار، خودتونم 20 تا رو به نگاه کنید، یه جوری میچینید که برعکس بشن، یعنی پخش و پلا نچینید، به ترتیب اولی رو بذارید، دومی روش، سومی روش، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و 20. بقیه دسته کارت کاری نداریم. خب این کاری که انجام بدید، کارت 7 خشت تماشاچی خیلی خودکار به صورت سلف ورکینگ، خود به خود اتوماتیک میره همون جایی که این تعداد رو جدا کردیم. برای مثال 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 و 12. 12 تا. حالا ما 12 تا اینجا هم میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. این کارت به صورت اتوماتیک داخل اون جایگاهی که باید قرار میگیره. شما فقط باید این کارهایی که گفتم رو درست انجام بدید. یه لحظه وایسی جای نرید تا اینجایید. یه ترفند دیگه هم یادتون میدم، اونم داخل همین سبک خیلی جالبه. خب اول اجرا و بعد آموزش. اینجا 2 تا دسته کارت دارم. از تماشاچی میخوام هر دو رو هر چقدر واو که میخواد بور بزنه. خوب که قاطی کرد و مطمئن شد. ازش میخوام که یکی از دست کارت ها یه تعداد برداره، مثلا از این انقدر و بندازه دور، بذاری کنار. خب حالا از این دست کارت بزرگه بازم نصف کنه از وسط. این کارت من نمیبینم و بذاره روی دست کارت کوچیکه. اینا رو هم قاطی کنه و بریزه روش. حالا من دوباره اینا رو قاطی میکنم، قاطیشون میکنم، یکی در میان قاطیشون میکنم. این کارت های من یکم داغونن. اینایی که قاطی کردم. خب تموم که شد، میریم سراغ این کارت هایی که از قبل تماشاچی دور ریخته و میشمونیمشون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. 12 تان. دوباره همین تعداد رو اینجا هم میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 و 12مین کارت میشه کارت تماشاچی. این ترفندم مثل همون قبلیه، خیلی راحته. بریم سراغ آموزش. خب شما برای اجرای این کار نیاز به یه دسته کارت کاملا معمولی دارید. فقط این که تعدادشون باید کامل باشه، 52 تا کامل و 26 تا میشمارید. این کارت که رسیدید میندازید رو، ولی اینو باید حفظش کنید. این هفته خشت رو حفظش میکنید، میندازید رو و بعدش میرید تا همون هفته خشت. این کار واسه اینه که تماشاچی نفهمه کارتا رو به 2 دسته مساوی تقسیم کردید. حالا هر دو رو میتونه کاملا بور بزنه، فرقی نداره و از یکی از اینا هر چقدر میخواد بریزه دور. مثلا اینقدر، من یکم کافیه، همینقدر کافیه. و از این دسته بزرگه باید نصف کنه. 4 دل. این 4 دل میره روی این، بقیه هم باید بره روش. و اینجا شما باید کارتا رو به صورت اینجوری نگاه، یکی از پایین یکی از بالا بکشید. یکی از پایین یکی از بالا، یکی از پایین یکی از بالا. همینجوری میذارید کارتا رو تا کارت اتوماتیک بره سر جاش قرار میگیره. میذاریم تا آخر. اینا رو میریزیم روش آخری ها رو و حالا میریم سراغ اینا.
اینا رو میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 تا. و حالا هفتمین کارت 1 2 3 4 5 6 هفتمی که نه هشتمی شد. این هشتمی شد واسه این که من یه دونه کارت کم دارم. فکر کنم داخل اجرا هم خودم ندیدم. هشتمی افتاد، من یه دونه کارت کم دارم و اینا رو کردم 50 تا. یه دونه هم گذاشتم کنار، یکی از کارتامو گم کردم متاسفانه. اینا رو هم کردم 50 تا. فکر کنم داخل اجرا هم واسه همین اشتباه شد اگه اشتباه نکنم. یه بار اینا رو میشمارم 1 2 نه اینا رو باید میشمارم 3 4 5 6. آره افتاد کارت هشتمی چون من یه کارتم کمه. ولی اگه کارتتون کامل باشه اونجایی که باید قرار میگیره. شرمنده من کارت هفته دلم رو چند روز پیش سر یه ویدیو که مجبورم پخش کنم کارتا رو گم کردم و نمیدونم کجا افتاده. و دست کارت جدید من داخل راهه، هنوز نرسیده دستم. خب مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. مرسی که حمایت میکنید و این شماره آخری رو حتما تستش کنید. اگه شد یعنی همین کارهایی که کردم رو انجام میدید ولی با دست کارت کامل. واسه من نشد چون دست کارتم کامل نبود. خب لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. خدا نگهدار.